تقوای مالی چی است؟ حداقل همین جیبت است، همین پیسه که در جیبت است حلال است. یک صحابی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من دعا کو که من مستجاب دعوت شم، یعنی هر وقتی که دعا میکنم دعای من قبول شه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش یک قاعده را یاد داد، یک قاعده را برش یاد داد، گفت اطب مطعمک تکن مستجاب دعوت. غذایت حلال بساز، هر وقت که دعا کنی دعایت قبول میشه. دعای ما شما چرا قبول نمیشه؟ چرا قبول نمیشه؟ به خاطر اینکه که اول دمی شهر میریم بیار یک سوجی، یک سیجی. خب و سیجی چه قسم سیجی هست؟ وقتی که از اون نفر هتلی پرسان میگیم برش میگیم یگان داره. خوب مرد که کلاگه که سفید داره، ریشه شام ماشاءالله خوب ریشام داره، لکن در غضب الله گرفتار است. چی میگن؟ این خب ما خودمون حلال کردیم، بیخی حلال کردگی است، بخورین استاد. دقیقاً آخر یک شاگردش که ببینیم یک کمک دیندار است، من برای من میگن استاد خوب هستین، صحتتون خوب است، جانتون جوش باشه. من باشه جان الخیر، والا من تو را بسیار استاد خوش دارم. خیر ببین خوش داری، خیر یک راست خوب بگو. چی بگیم؟ همین مرغی که سیچی است همین چطور است؟ استاد یک زدگی است، از برازیل آمده. از برازیل که پرسان کردم برازیل جان همین مرغا را که میکشی چطور است؟ الله اکبر میگین. او گفت وات از دمینی؟ گفت الله اکبر. الله اکبر چی است که ما بگوییم؟ او کافر است، او کافر است. او میگه برو بابا ایقر روده خر و گوسفند و روده شتر و روده خوکه براتان به نام ساندویچ ساسیچ روان کردیم خوردین که 100 سال دعا کنین قبول نمیشه. چون رسول الله چی گفته؟ اطب مطعمک. این تقوای مالی هست. غذایی را که میخوری پاک بگرده. برش میگه که او برادر جان تو خب بسیار با تقوا هستی، نخوی گوشت مرغ چیز است. بیا استاد حال خامده گمش کن، حال خاوردن دیگه میره بخوریم باز دیگه دفعه. اینه این تقوای چی شد؟ مالی. عایدات و مصارف، از کجا پیسه ایت آمده و در چی مصرف میکنی و کدام غذا را میخوری. در سیستم های دموکراسی خو آزادی است، نه؟ آزادی گوشت های مردار، آزادی شراب، آزادی گناه. آزادی چی مانا؟ خیلی کلش آزاد است. مسلمان که از چی است؟ میگه مسلمان که است از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. چرا زندان مؤمن است؟ پیسه داری شراب خوردن نمیتونی، مثل که در زندان هستی. در زندان که باشی جیبت پیسه هم پر باشه، بعد میگه یک گلاس یک بوتل آب بخر، میگه نه اجازه نیست بشی قرار. خب رسول الله میگه دنیا کلش چی است برای مسلمان؟ زندان است. امکانات زنا داری، از ترس الله زنا کردن نمیتونی. امکانات سرقت برات پیدا میشه، اونجا خوب سرقت هم میه، خوب مفت میه پیشت، والا ما گرفتن نمیتونم. مال حرام برات میگرفتن. یعنی می تقوا هست، یعنی می تقوا هست.